سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. سلام بر قدس شریف، سلام بر غزه و کودکانش، سلام بر فلسطین و خونهای به ناحق ریخته‌اش، سلام بر مقاومت سرافراز فلسطین و لبنان. امروز فلسطین محک و ملاک شرافت اسلامی و انسانی است. آقای رئیس، در ابتدا مایلم از دولت عربستان سعودی به عنوان 14مین رئیس سران سازمان همکاری اسلامی برای میزبانی و برگزاری این نشست مهم و مشترک سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب در این مقطع حساس از تحولات منطقه‌ای و شرایط خطیر کنونی تشکر نمایم. امروز در این اجلاس فوق‌العاده گرد هم آمدیم تا درباره اصلی‌ترین مسئله جهان اسلام، یعنی موضوع فلسطین و یکی از فجیع‌ترین جنایات تاریخ که در این سرزمین و غزه قهرمان در جریان است، تصمیم تاریخی و سرنوشت ساز بگیریم. همه مشکلات جهان اسلام در پرتو وحدت کلمه و انسجام قابل حل است. اتکال به خداوند و قدرت لایزال او و اعتماد به داشته‌های جهان اسلام راه نجات امت اسلامی است، نه اعتماد به قدرت‌های سلطه‌گر. و این سازمان می‌تواند با نقش‌آفرینی صحیح یکی از مظاهر وحدت و همگرایی امت اسلامی باشد. دولت جمهوری اسلامی ایران با درک این واقعیت سیاست همسایگی و همگرایی را در پیش گرفته و آغوش دوستی و برادری برای کشورهای اسلامی گشوده است. امروز ما به نمایندگی از امت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم گرد هم آمدیم تا به فریاد یا للمسلمین که از حنجره مسلمانان مظلوم بلند است پاسخ دهیم. امروز رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عزادار و داغدار فلسطین است. عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. امروز نبی مکرم اسلام از امت خود چه انتظاری دارد؟ امروز امت اسلامی از سران و دولت‌های خود چه می‌خواهند؟ اولین و فوری‌ترین اقدام توقف کشتار مردم غزه و پایان حملات کور علیه غیر نظامیان، به ویژه حمله به بیمارستان‌ها، مدارس و اردوگاه‌ها و مراکز امدادرسانی است. نباید اجازه داد که رژیم صهیونیستی و حامیان آن با طرح مفاهیم انحرافی همچون وقفه بشردوستانه صرفاً به دنبال فرار از فشار افکار عمومی و ایجاد وقفه‌های تاکتیکی برای ارتکاب جنایات بیشتر باشند. باید همه ابزارها برای وادارسازی آمریکا و دشمن صهیونیستی به پذیرش توقف فوری ماشین کشتار مردم فعال شود. ما کشورهای اسلامی باید بدانیم که اگر مقاومت مردم غزه و کرانه باختری در برابر تجاوزات و توسعه طلبی صهیونیست‌ها نبود، اگر مقاومت لبنان در مقابل اشغالگری و تجاوزات رژیم نبود، امروز بسیاری از کشورهای عربی و اسلامی درگیر چنین جنگی با صهیونیست‌ها بودند. دوم، رفع کامل محاصره انسانی غزه و بازگشایی فوری و بدون قید و شرط گذرگاه رفح با همکاری برادران مصری برای امدادرسانی و ورود غذا و دارو به غزه، ارسال کمک‌های
انسان دوستانه باید مورد اتفاق سران محترم کشورهای اسلامی در این اجلاس قرار گیرد و برای عملیاتی کردن آن کمیته اجرایی تشکیل شود. عبور قطره‌چکانی کمک‌ها به هیچ وجه قابل قبول نیست. گذرگاه‌های منتهی به غزه باید باز شوند. اعمال فشار آمریکا و غربی‌ها هیچ حجتی برای بستن مرزها نیست. سوم، خروج فوری نظامی رژیم صهیونیستی از غزه. زمین و حکومت غزه متعلق به فلسطینیان و حاکمیت منتخب مردم فلسطین بوده و هست، نه گمارده‌هایی که تحت اشراف امریکا و صهیونیسم عمل کنند. در اینجا لازم می‌دانم همه کشورها از جمله کشورهای اسلامی برای عدم توجه به هر گونه طرح امریکایی صهیونیستی با عنوان مشارکت در تأمین امنیت مرزی مناطق اشغالی و فلسطینی که نهایتاً کمک یا دفاع یا توجیه اشغالگری است هوشیار باشند. چهارم، قطع هر گونه ارتباط سیاسی و اقتصادی با رژیم صهیونیستی توسط کشورهای اسلامی. در این راستا تحریم تجاری علیه رژیم صهیونیستی خصوصاً در حوزه انرژی باید در اولویت قرار گیرد. همچنین از جنبش‌های مردمی در تحریم کالاهای اسرائیلی حمایت و پشتیبانی گردد. پنجم، دولت‌های اسلامی باید ارتش رژیم متجاوز و اشغالگر را به عنوان یک سازمان تروریستی شناسایی کنند. ششم، تشکیل یک دادگاه بین‌المللی برای تعقیب و مجازات سران جنایتکار صهیونیست و آمریکا با اولویت مقامات دست‌اندرکار در نسل کشی و جنایت علیه بشریت در جنگ اخیر. هفتم، تأسیس یک صندوق ویژه برای بازسازی فوری غزه با تقبل کشورهای اسلامی در این اجلاس. هشتم، اعزام کاروانهای حامل کمک‌های انسان دوستانه برای مردم فلسطین از کشورهای مختلف به ویژه کشورهای اسلامی. نهم، نامگذاری روز جنایت صهیونیست‌ها و بمباران بیمارستان المعمدانی به عنوان روز نسل کشی و جنایت علیه بشریت. و اما دهمین اقدام در صورت تداوم جنایات جنگی رژیم صهیونیستی و تداوم مدیریت آمریکایی در این جنگ نابرابر، کشورهای اسلامی با تسلیح مردم فلسطین آنها را در مبارزه با اشغالگر جنگ افروز کمک نمایند. اینها همه راهکارهای فوری و کوتاه مدت است، اما راه حل پایدار، آنچه امام خامنه ای حفظه الله تعالی رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی مطرح کردند و امروز در سازمان ملل ثبت شده است. تشکیل دولت فلسطینی از بحر تا نهر بر مبنای اصل دموکراتیک، هر فلسطینی یک رأی، اعم از مسلمان، مسیحی و یهودی، که جمهوری اسلامی قاطعانه از این نگاه حمایت خواهد کرد. رؤسای محترم دولت‌های اسلامی، در 70 سال گذشته انواع نسخه‌های به ظاهر صلح طلبانه مطرح شده که در باطن جز فریب نبوده است. رژیم صهیونیستی در پناه این ترفندها به نحو مستمر فلسطینیان مظلوم را از خانه و کاشانه خود اخراج و آواره نموده است و با شهرک‌سازی یک نیروی نظامی اشغالگر را در خانه‌های غصبی فلسطینیان اسکان داده است. جمهوری اسلامی از ابتدا رژیم صهیونیستی را اشغالگر، جعلی و نامشروع دانسته است. 75 سال که هیچ، اگر بیش از این هم این اشغالگری ادامه داشت، باز هم رژیم آپارتاید صهیونیستی غاصب بود و متجاوز. این متجاوز باید اخراج شود، تنبیه گردد، غرامت بپردازد و در مقابل ایستادگی در مقابل اشغالگری دفاع مشروع است، امری مقدس.
راهکار اصلی در مقابله با اشغالگر مقاومت است. چند دهه مقاومت غیورانه در مقابل دشمن صهیونیستی، به خصوص مقاومت 35 روز اخیر در مقابل جنایات بی سابقه صهیونیست‌ها، یک رکورد بی‌نظیر است. تجربه نشان می‌دهد هیچ راه حلی جز مقاومت برای عقب راندن اشغالگر وجود ندارد. به همین دلیل ما دست و بازوی حماس قهرمان و همه گروه‌های شجاع مقاومت را که فخر جهان اسلام هستند میبوسیم و بر اراده پولادین مردم مقاوم غزه درود میفرستیم. امروز باید در کنار این صدای آتش و آوار در غزه توجه جهانیان را به مسئله دیگری نیز جلب کرد. اسرائیل اتمی، تنها رژیم آپارتاید جهان که بنی آدم را حیوان انسان نما می‌خواند و حتی کشتن کودکان را مشروع می‌داند، علیرغم برنامه‌های پنهان توسعه تسلیحات هسته‌ای و شیمیایی تحت نظارت هیچ نهاد بین‌المللی قرار ندارد و در برابر چشمان جهانیان مردم بی‌دفاع و تحت اشغال را به حمله با بمب اتمی تهدید می‌کند. چه هزینه‌ای باید پرداخت شود و چه فاجعه‌ای باید رخ بدهد تا کشورها نسبت به این خطر هوشیار شوند؟ بی تردید آینده از آن مقاومت است. قهرمان واقعی شما مردم مقاوم هستید. شما را تنها نخواهیم گذاشت. فلسطین قطعاً پیروز است. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. القدس لنا و النصر لنا و السلام علیکم و رحمت الله.